نماسته. مدیتیشن ماه نو یا فراوانی، اباندنس. توی فضای آروم قرار میگیریم با یه نور کم. شمع روشن میکنیم، عود روشن میکنیم، فضامون رو پاک سازی میکنیم از آلودگی ها. توی وضعیت راحت میشینیم با پشت صاف، تکیه میدیم به یه دیوار فرضی. عضلات کف لگن رو رها میکنیم، عضلات شکم رها، پهلوها کشیده، قفسه سینه باز، سر در امتداد ستون مهره، عضلات صورت رها. توجه و آگاهی رو میاریم به درون. به دم و بازدممون آگاه میشیم. اگر فکری توی ذهنمون هست، توجه رو بیشتر و بیشتر روی نفس قرار میدیم و جریان دم و بازدم مثل یک باد میره توی آسمون ذهن و هر فکری هر چقدر چسبنده پراکندش میکنه. وقتی ذهنمون آروم شد، ساکت شد، توجه و آگاهی رو میاریم به سمت بالای سر. یک رنگین کمون بزرگ رو تصور میکنیم بالای سرمون. یک رنگین کمون آرام بخش، رنگین کمون برکت، رنگین کمون آرزوها. و در حالی که غرق در این رنگین کمون هستیم، آگاهیمون رو میاریم بین دو تا ابرو و یک ستاره رو بین دو تا ابرومون تصور میکنیم، شبیه یک سنگ آمتیس. و تصور میکنیم از اون نقطه وصل میشیم به یک هرم. یک هرم بالای سر. ستاره رو از بین دو تا ابرو از توی هرم به سمت بالا میبریم و آگاهیمون رو وصل میکنیم به آگاهی هستی، به سورس، به یونیورس و دنیایی که قانونش عشقه. در حالی که این انرژی رو به سمت هستی میفرستیم، با دم و بازدم میخوایم یک اینتنشن، یک نیت یا یک سانکالپا مثل یک دانه بکاریم. دانه‌ای از روی آگاهی. چون زمان ماه نو بهترین زمان برای ابراز کردن خواسته نو، هدف نو، ایده نو، نیت، هدف و خواسته‌ای که از یک قلب باز و ذهنی هوشیار میاد. پس ذهنمون رو خاموش میکنیم، میایم توی لحظه حال، قلبمون رو باز میذاریم و اجازه میدیم که روحمون پیام رو ارسال کنه. باید گوشی رو دستمون بگیریم و آماده دریافت پیام باشیم. اون خواسته، اون نیت و اون هدف نوعی که میخوام توی این ماه بفرستم به هستی چیه؟ ببین روحت چه بذری رو میخواد بکاره. یادت باشه هر خواسته‌ای که از ذهنت بیاد تو رو به بند میکشه و هر خواسته مثل یک بند تو رو به زندگی بعد پیوند میده.
چون باید اون خواسته بره و محقق بشه و رنج بیشتری رو میکشیم. بنابراین اجازه بده که اون خواسته، اون نیت از قلبت بیاد. وقتی که از قلبت بیاد، اون نیت و اون خواسته باعث رشد روح تو میشه، چون اون چیزیه که توی این لحظه روحت میخواد. پس ذهنتو خاموش کن، قلبتو باز کن، تمرکز کن به جریان دم و بازدمت آگاه شو، روی فراوانی و برکت تمرکز کن، آماده دریافت پیام شو از قلبت. هر آنچه که دریافت کردی رو بفرست به سمت شبکه خورشیدیت، مرکز قدرتت توی مانیپورا، توی شکم. هر چیزی که بود باید به شهودت اطمینان داشته باشی. هر آنچه که هست اونو مثل یک نور، مثل یک هلال ماه بیارش توی مرکز قدرتت. اکنون نیت تو، خواسته تو درون قدرت بدنته و زمان ماه نو بهترین زمان برای تقویت قدرت اراده است که مرکزش توی شکمه، توی شبکه خورشیدیت. رهاش کن توی مرکز قدرتت. به جریان نفست آگاه باش، به دم و بازدمت، و با خودت تکرار کن: من کافی هستم. من کامل و کافی هستم. من کامل و کافی هستم. اگر واقعا احساس کامل بودن میکنی، زندگی تو غرق در فراوانیه، غرق در عشق، غرق در نعمته. با خودت تکرار کن: من به وفور نعمت باور دارم. من به عشق باور دارم. و تو غرق در نعمت هستی، غرق در سلامتی هستی، غرق در عشق هستی و تو همکنون همه چیز داری. فقط فراموشش کردی. وقتی که میایم توی سطح ذهن فراموش میشه. پس قلبت رو باز کن و سپاسگزاری کن برای تمام آنچه همکنون داری. تو همه چیز داری. در شعف فراوان شکرگزاری کن. پاتانجلی میگه وقتی یک یوگی در صداقت مستقر بشه، ثروت درونش نمایان میشه. پس خودت رو ببین غرق در ثروت، غرق در فراوانی، غرق در نعمت.
رنگین کمان رو ببین. تصور کن دنیایی رو که در اون وفور و فراوانیه. تصور کن دنیایی از رنگ ها رو. رنگ غالبت رو پیدا کن و با اون رنگ وفور نعمت رو به سمت هستی پخش کن. فراوانی در تو جاریه. باورش کن، زندگیش کن و به خاطرش شکرگزاری کن. برکت در فراوانی زیستنه. تصور کن دنیایی رو که در اون نه تنها تو به تمام آرزوها و خواستهات رسیدی و داری زندگی میکنی، بلکه تمام دوستانت، اطرافیانت، عزیزانت، همه و همه دارن آرزوهاشون رو زندگی میکنن. تجلی آرزوهات رو ببین و قدردان باش. سپاسگزاری کن. آگاهی و توجهت رو روی دم و بازدمت نگه دار. تو همکنون به هر آنچه که توی ذهن هوشیارت خواستی رسیدی. تو با قلب باز دریافت کردی. توجهت رو بیار به سمت نوک هرم بالای سرت و یک آبشار رو تصور کن که داره عشق، سلامتی، برکت رو به سمت تو سرازیر میکنه. چون تو لایق این عشقی، لایق فراوانی، ثروت و سلامتی. دریافت کن. تجلی آرزوهات رو ببین. تو هر آنچه که میخوای تو این لحظه بهش رسیدی. با ذهنی آروم و قلبی باز حسش کن. زندگیش کن. به شادی و شعف درونیت آگاه باش. به حس رضایت، امنیت و آرامش. تو کافی هستی. تو کامل و کافی هستی. توجهت رو برگردون توی بدنت. اگر جایی از بدن دردی حس میکنی به خاطر نشستن، یه جایی داره تیر میکشه، یه جایی منقبض شده، آگاه باش که ناپاینده است. پس بهش لبخند بزن و رهاش کن. اگر پات خواب رفته بهش آگاه باش، چون به محض اینکه جا به جاش کنی میره. بهش لبخند بزن. اگر پشتت گرد شده دوباره پشتتو صاف کن. توجهت رو بیار توی دستات
نوک انگشتای دستتو آروم تکون بده. کف دستاتو خیلی خیلی آروم به هم بچسبون. سرتو رها کن به نشانه تواضع به سمت پایین و با یک لبخند عمیق درونی، با یک شادی و شعف عمیق درونی آرزو می‌کنیم باشد که تمام موجودات تو این هستی شاد باشند، رها باشند، در آرامش باشند و از شادی واقعی، آرامش واقعی و هماهنگی واقعی بدون قید و شرط لحظه به لحظه لذت ببرند. آمین. نماسته. اوم تات سات.